یه عطسه ناگهانی تو آفتاب، یه سکسکه بی‌موقع، تیک زدن بی‌دلیل پلک چشم یا مورمور شدن پوست. تو بدن ما مدام اتفاقای عجیبی میفته که شاید کمتر به دلیلش فکر کرده باشیم. تو این ویدیو میخوایم سراغ همین واکنش‌های عجیب و لحظه‌ای بدن بریم و ببینیم واقعاً دلیلشون چیه. سکسکه. فرض کنید وسط یه جلسه مهم نشستید، همه چی آرومه و همه ساکتن. ناگهان با شنیدن صدای برمیگردن و به شما نگاه میکنن و شما کلی خجالت میکشین. سکسکه در واقع یه اسپاسم یا انقباض ناگهانی دیافراگمه، عضله‌ای که درست زیر ریه ها قرار داره. به دنبال اون تارهای صوتی یهو بسته میشن و صدای سکسکه تولید میشه. تند غذا خوردن، نوشیدنی‌های گازدار و یا تغییر ناگهانی دما میتونه باعث سکسکه بشه. ولی خیلی وقتا این اتفاق بی‌دلیل میفته. مغز فرمان اشتباهی صادر میکنه و دیافراگم همون لحظه واکنش نشون میده. یکی از عادی‌ترین اختلال‌های لحظه‌ای بدن. یخزدگی مغز یا برین فریز. هوا خیلی گرمه و شما یهو هوس میکنید یه گاز گنده به بستنی بزنید و ناگهان احساس میکنید کل مغزتون یخ زد و یه درد عجیبی توی سرتون میپیچه. اما این دلیلش چی میتونه باشه؟ وقتی یه چیز خیلی سرد با سق دهان تماس پیدا میکنه، رگ‌های خونی و ناحیه سریع منقبض و بعد دوباره گشاد میشن. این تغییر ناگهانی مغزو گیج میکنه و باعث میشه فکر کنه درد از سمت پیشونیتون میاد، نه از دهانتون. یه اشتباه ساده در پردازش سیگنال‌های حسی در مغز. لرزش بدن. وقتی سردتون میشه، بدن برای تولید حرارت شروع میکنه به لرزیدن. این انقباض‌های سریع عضلات برای گرم کردن بدنتونه. اما جالب اینجاست که حتی وقتی میترسین، مضطربین یا هیجان زده‌این هم این اتفاق ممکنه بیفته. یعنی ماجرا فقط سرما نیست و دلیلش بیش فعال شدن سیستم عصبیه. بدن فکر میکنه یه اشکالی وجود داره و بدون اینکه بدون دلیل واقعیش چیه، مکانیسم دفاعی رو فعال میکنه. خواب رفتگی یا سوزن سنجاق شدن. مطمئناً براتون اتفاق افتاده که وقتی مدت طولانی روی پاهاتون میشینین و یا روی یه دستتون میخوابین، یهو احساس میکنین پا یا دستتون بی‌حس شده و وقتی لمسش میکنین احساس میکنین سوزن سوزن میشه. به این حس در واقع پارستزیا میگن و وقتی اتفاق میفته که فشار روی یک عضو باعث کاهش خونرسانی یا فشرده شدن عصب اون ناحیه میشه. در نتیجه حجم عظیمی از پیام‌های مختل شده به مغز ارسال میشه و مغز قاطی میکنه و یادش میره که اون چه عضوی بوده. بعد از این اتفاق سیستم عصبی مدتی طول میکشه تا ریستارت بشه و همه چی رو به حالت نرمال برگردونه. سیخ شدن موها یا مورمور شدن پوست. یه موسیقی یا یه صحنه ناب از یه فیلم، یه اتفاق ترسناک یا حتی هوای سرد میتونه پوستتون رو یهو پر از برجستگی کنه و باعث شه تا موهای بدنتون سیخ بشن. این واکنش سیستم عصبی سمپاتیکه که باعث میشه عضلات کوچیک کنار ریشه های موهای بدنتون منقبض بشن و به موها فشار بیارن و سیخ بشن. در واقع مغز بدون اینکه شما بهش فکر کنین، در کسری از ثانیه یه سری سیگنال به اون عضله های کوچیک کنار ریشه مو میفرسته و اونها هم سریع واکنش نشون میدن. واکنش در شرایطی که شاید خیلی هم ضرورتی براش وجود نداشته باشه. حالت تهوع در حرکت. تو اتوبوس یا قطار نشستین و در حال اسکرول کردن گوشیتونین که یهو یه احساس بدی توی سر و شکمتون ایجاد میشه و حالت تهوع بهتون دست میده. به این میگن موشن سیکنس و وقتی اتفاق میفته که سیستم عصبی قادر به تشخیص اون چیزی که واقعاً داره اتفاق میفته نیست. در واقع گوش داخلی شما متوجه حرکت و شتاب هست، ولی چشماتون چون روی گوشی ثابت مونده میگه نه، شما کاملاً بی حرکتین. مغز سعی میکنه این تناقض رو هضم کنه ولی موفق نمیشه. پس بنا رو بر این میذاره که شما مسموم یا دچار تهوع شدین. در نتیجه مکانیزم تهوع رو فعال میکنه و باعث سرگیجه، عرق سرد و حتی استفراغ میشه. یه مکانیزم دفاعی که ضرورتی براش وجود نداره و به خاطر یه اختلاف نظر بین چشم و گوش بدن رو روی حالت هشدار میبره. به هم خوردن دندونها.
وقتی سردتون میشه دندوناتون شروع میکنن به هم خوردن. این یه جور لرزش عضلات فک برای تولید حرارته، کاملا شبیه لرزیدن بدن توی همین شرایط. این اتفاق فقط در سرما نمیفته و احساسات شدید و استرس و اضطراب هم میتونن همین واکنش رو فعال کنن. در واقع سیستم عصبی سمپاتیک فرق سرما و استرس ذهنی رو همیشه نمیتونه تشخیص بده. برای همین یه فرمان مشابه برای فعال کردن واکنش بدن صادر میکنه. گرفتگی یا باز شدن ناگهانی گوش. حتما براتون پیش اومده که موقعی که تو هواپیما نشستین یا توی آسانسور هستین یهو گوشتون میگیره. این اتفاق به خاطر عملکرد عضوی به نام شیپور استاش در گوشتونه که داره تلاش میکنه فشار داخل گوش میانی رو با محیط اطراف تنظیم کنه. اگه سرعت تنظیم فشار با محیط اطراف به اندازه کافی سریع نباشه، ممکنه احساس گرفتگی یا باز شدن ناگهانی گوش بهتون دست بده. صدای فک موقع باز کردن دهان. تا حالا شده وقتی دارین دهانتون رو باز میکنین متوجه بشین که فکتون یه صدای شبیه شکستن قولنج تولید میکنه؟ این صدا معمولاً حاصل یه ایراد مکانیکی کوچیک در مفصل فکه که اگه دیسک داخل این مفصل جابجا یا ملتهب بشه، فک مثل لولای شکسته صدا میده. این اتفاق برای بعضیا ممکنه با هیچ دردی همراه نباشه، ولی بعضیا رو هم اذیت میکنه. احساس خالی شدن دل. اون حس عجیب خالی شدن که توی دلتون موقع سوار شدن توی آسانسور یا حرکت سریع ترن هوایی ایجاد میشه، به این خاطره که اندامهای داخلی یه ذره با تأخیر نسبت به حرکت بدنتون جابجا میشن. مغز این اختلاف زمان رو حس میکنه و یه واکنش گوارشی عجیب نشون میده. نگران نباشین، هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه. این فقط یه باگ حرکتی در بدنه. وزوز گوش. تا حالا شده با اینکه اطرافتون ساکته ولی یه صدای بم یا تیز شبیه زنگ یا هیس تو گوشتون بپیچه؟ به این پدیده تینتس میگن که معمولاً به خاطر قرار گرفتن در معرض سر و صدای شدید، بالا رفتن سن یا استرس به مرور در گوش ایجاد میشه. این صداها هیچ ربطی به محیط بیرون ندارن و مغز خودشون رو تولید میکنه. در واقع سیستم شنوایی وقتی هیچ صدایی وجود نداره خودش دست به کار میشه. انگار که مغز از سکوت خوشش نیاد و دلش بخواد خودش صداهایی که دوست داره رو تولید کنه و بشنوه. احساس خزیدن یه چیزی روی پوست. حتما شما هم تجربه کردین که یهو حس میکنین یه چیزی داره روی پوستتون راه میره، اما هیچ خبری از موجود خاصی نیست. به این اختلال فورمیکیشن میگن که در واقع یه پیام رسانی اشتباه در سیستم عصبی و استرس، خستگی یا تغییرات عصبی میتونن باعثش بشن. مغز سیگنالی از طرف پوستتون دریافت میکنه که متوجه نمیشه چیه و در نتیجه تبدیلش میکنه به حس خزیدن یا قلقلک ریز روی پوستتون. درسته یکم عجیب و ترسناک به نظر میرسه، ولی کاملا بی خطره و جای هیچ گونه نگرانی نیست. مگس پران یا فلوتر چشم. برای هممون دائم پیش میاد که وقتی به جاهای روشن یا مثلا به آسمون نگاه میکنیم یه لکه‌های ریز یا خطای شناور شفافی رو میبینیم که توی چشممون انگار دارن حرکت میکنن. به اون لکه‌ها فلوتر چشم میگن که ذرات خیلی کوچیک کلاژن شناور داخل مایع چشمی هستن که با عبور نور سایه‌شون روی شبکیه میفته. اونا هیچ خطری ندارن، ولی چون همراه حرکت چشم جابجا میشن ممکنه حس کنید که بیناییتون دچار مشکل شده. پرش چشم یا میوکیمیا. یکی از اون اتفاقات اعصاب خردکنی که به راحتی نمیشه نادیدش گرفت. حاصل انقباضات کوچیک و غیرعادی عضلات پلک چشمه که اغلب در اثر خستگی، استرس یا مصرف بیش از حد کافئین ایجاد میشه. انگار که عضلات صورت در اثر کار زیاد اتصالی کردن. این اتفاق دردناک نیست، ولی یه جور واکنش و اعتراض بدن به فشار بیش از حد و بعد از یه مدتی خودش خوب میشه. گرفتگی شدید عضله. نیمه شبه و وسطای خواب یه غلطی میزنین و یهو احساس میکنین ساق پاتون انگار قفل شده و درد شدیدی تو پاتون میپیچه. این اتفاق یک کرمپ عضلانی ناگهانیه که اغلب در پاها ایجاد میشه و میتونه ناشی از کم آبی، عدم تعادل الکترولیت یا فشار بیش از حد باشه. خیلی وقتا ممکنه همینطوری اتفاق بیفته. عضله یه فرمان عصبی میگیره و دیگه ول نمیکنه. ارتباط عصبی روی همین حالت گرفتگی قفل میمونه و کل کاری که ازتون برمیاد اینه که یکم ماساژش بدین یا وایسین خودش خود به خود خوب بشه. تیک عضلانی.
تا حالا براتون پیش اومده که یه قسمت از بازو یا پاهاتون بی دلیل شروع کنه به تیک زدن؟ این انقباض‌های ریز و ناگهانی عضلانی کاملا غیرعادی هستن و معمولاً بر اثر خستگی، کم آبی یا استرس به وجود میان. انگار که عضله داره پیام اضطراری درخواست کمک میفرسته ولی هیچکی نیست به دادش برسه. این انقباض‌های عضلانی خطرناک نیستن و نشونه واضحی هستن از اینکه سیستم عصبی بعضی وقتا سیگنال‌های تصادفی اشتباه ارسال میکنه. خب ممنون که تا انتهای ویدیو با ما بودین. برامون کامنت بذارین و بگین که شما کدوم یکی از این اختلال ها رو تا حالا تجربه کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده با دوستاتونم به اشتراک بذارین و یادتون نره که با سابسکرایب کردن کانالمون حمایتمون میکنین تا بتونیم ویدیوهای بیشتر و بهتری بسازیم. تا بعد.